سلام دوستان، امروز اومدیم با معرفی یه پلتفرم جدید که بهتون سود روزانه میده. دوستان ابتدا وارد پلتفرم میشید، لینکش رو داخل کامنت اول واسهتون قرار میدم. بعد که وارد این صفحه شدید ثبت نامتون رو انجام میدید. بعد وارد همچین صفحه میشید. به بخش ریشارژ داره، بخش ویدرا داره، بخش اپ داره، اینوایت فرندز و یه بخش کمپانی پروفایل داره که ابتدا از این بالا میتونید زبان خودتون رو عوض کنید و زبانتون رو به فارسی تغییر بدید که کار واسهتون راحت تر بشه. میتونید دوستان بعد روی شارژ مجدد کلیک میکنید و وارد یه همچین صفحه میشید. اینجا میتونید حساب خودتون رو شارژ کنید. بعد که حالا پنل های مختلفی هم داره، مثل تیتر بربستر BP20 یا حالا ترون که میتونید حالا انجام بدید. خب دوستان، این پایین میایم و جوایز روزانه داره که اینجا میتونید حالا 8 سنت بابت حالا روزانه اومدن تو این پلتفرم دریافت بکنید. اینجا هم که جوین چنل تلگرامشون میشید و 20 سنت اینجا بهتون میده. اگر گفته که اگر حالا یه نفر دعوت بکنید و بیاد حساب خودش رو 20 تتر حالا شارژ بکنه، 1 تتر جایزه میگیرید. و اگر حالا دعوت از پاداش زیر اینجا بعد دعوت از پاداش زیر دستان داره که حالا $1 اینجا بهتون میده. اینجا هم که باز گفته اگر حالا بتونید 3 زیر دست حالا دعوت بکنید $6 میده. و همینطور میایید و اینجا هم که گفته اگر حالا اگر یه زیر دست 3 دعوت کنید تا $10,000 پاداش بگیرید که اینجا گفته $588 بهتون پاداش میده. اینجا من حالا میخوام که دوستان من روی این پروژه کلیک میکنم و اینجا میام حالا یه دونه پنلش رو بگیرم واسه خودم. یه دونه پنلش رو میخوام تهیه بکنم. روی این گزینه کلیک میکنم. روی گزینه اول اینجا گفته که حالا میتونید $20 اینجا وارد میکنم. $20 حسابم داره و میخوام یه دونه پنلش رو بگیرم واسه خودم. روی الان شروع کنید کلیک میکنم. اینجا گفته تا 80 روز میتونید روزی $2 بگیرید برای خودتون. و اینجا هم که دارید مشاهده میکنید که من الان خریداری کردم یه دونه پنلش رو. خب میایم بیرون، روی این بخش کلیک میکنید. اینجا هر 24 ساعت حالا بهتون یه درآمدی رو میده که حالا میایم یکم بالاتر و میبینید که خریداری کرده و هر 24 ساعت به هم درآمد میده. اینجا هم بخش دعوت از دوستان هستش که اینجا میتونید حالا کد دعوتتون رو کپی بکنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. و اینجا هم که اطلاعاتی دیگه داده راجع به دعوت از دوستان. اگر این بخش هم کلیک بکنید اینجا میتونید حالا برید و توی چنل تلگرامشون یا اینکه بیایید و به پشتیبانیشون پیام بدید اگر هر مشکلی داشتید. اگر یه گزینه من کلیک بکنید وارد همچین صفحه میشید. یه گزینه شارژ مجدد داره، کنار کشیدن حساب و سوابق مالی که اگر رمز عبور را تغییر دهید رو بزنید اینجا میتونید رمز عبورتون رو تغییر بدید. اگر روی کنار کشیدن کلیک بکنید وارد همچین صفحه میشید باز که $5 من داخلش الان دارم و میخوام برداشت بزنم. میریم آدرس تتر بربستر BP20 خودمون کپی میکنیم. خب دوستان اینجا مبلغ برداشت رو میزنیم $5 28 سنت. آدرس برداشت رو الان اینجا باید بزنیم و رمز عبور. دوستان بعدش هم میریم روی گزینه تایید کلیک میکنیم و برداشتمون الان تایید میشه. اینجا هم که میرید زده حداقل مبلغ برداشت $1 است و اینجا توضیحات راجع به برداشت زده که میتونید مشاهده بکنید. میریم اینور و روی سوابق مالی کلیک میکنید و اینجا مشاهده میکنید که $5 الان برداشت زدیم و میریم حالا توی ترسفلت رو مشاهده بکنیم. دوستان همونطور داره مشاهده میکنید $5 برداشت زدم و اومد به حساب ترسفلتم که همون لحظه هم اومد. اگر از این آموزش هم خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یوتیوب میرتون نره و خدا نگهدارتون تا آموزش بعدی.